والله بالله ثم تالله اگر نماز نخواندی، اگر سرت را در مقابل الله خم نکردی، سرت در مقابل مخلوقات الله خم خواهد شد، بیچاره خواهی شد، بی کس خواهی شد، از دنیا و آخرت خیری نخواهی بود. والله کسی که نماز نمیخواند، کسی که سرش را در مقابل الله خم نمی کند، کسی که الله متعال 5 وقت او را به ملاقاتش دعوت می کند، دعوت الله را لبیک نمی گوید، والله که اگر بمیرد کافر است. والله که انسانی که نماز نخواند روی بهشت را نخواهد دید. والله کسی که اگر نماز نخواند ولو که تمام خیرات و صدقات دنیا را انجام بدهد، اگر نماز نخواند بهره از بهشت نخواهد. ما سلککم فی سقر، چه چیز باعث شد وارد جهنم بشوید؟ قالوا لم نک من المصلین، نماز نمیخواندیم، از جمله نمازگزاران نبود.